طرح نوی لباسوی این دسته هم پیشنهاد میشد. اولین هجوم خطرناک فوتبالبازان این دسته میزبان، امکانیت خیلی عمالی است، وضعیت خطرناک، ضربه و گل. ثانیه ضرور بود تا اینکه فوتبالبازان رگارتا دست به پیش بروند و این است همه گل تیزترین در لیگ دست یافتند. حالا توجه میکنیم به نوار تکراری، بازم اشتباه از طرف دروازه‌بانی طرفشان حسین عزیزов نتوانست که توپک تو به او رسیده بود اون رو برطرف سازد. بعداً گل رو فوتبالبازی دسته رگارتا دست بعد توری دروازه او در یک مدت کوتاه دو حمله خود رو سازمان داده توانستند فوتبالبازان این دسته. امکانیت نوبتی ضربه پشنوک و ببینید فوتبالبازان رگارتا دست چطور مشکلی میکشند در حالت برطرف کردن ضربه و گل. بسیار هم گل زیبا و دیدنی در اجرای کاپیتانی دسته. گویم حقوقی البته برابر کردن حساب رو کایها پیدا کردند و بالاخره به این مقصد و هدف خود هم رسیدند. بهروز خیریف در این وضعیت فکر میکنم مقصر نیست و همزمان از او کار ساخته نبود در این لحظه، چون پای خود نگاه دارند. ایلهام جان براتوف میتوانست پس بدهد اما نه، ضربه او از مسافه دور و بهروز خیریف سری وقت تحسین و آفرین خواندن هم هست. اینجا وقتی اضافه کرده داور هم به انجام میرسد و صدای اشتراکی داوری مرکز بلند میگردد. نیمه یکمی بازی دسته‌های رگارتا دست و ایسترافشان در دور سوم. دوستان ارجمند برمیگردیم به قسمت دومی بازی دسته‌های رگارتا دست و ایسترافشان. بعد نیمه اول حساب 1-1 است. ضربه زده میشود یا نه؟ خیلی هم ضربه زیبا و گل. شیرزاد محمدیف تحت شماره 27 اما او امکانیت خود را خوب استفاده کرد و با کنج بالایی دروازه ضربه زد که در آن وضعیت بر مقابل او نتوانست ایستادگی کند. حمایتگر دلاور بویکوزی امکانیت اولی اینجا میتواند با وجود آید. فرصت خیلی هم خوب، ضربه اجرا کرده میشود و گل. حساب 3-1 شد رگارتا دست در برابر ایسترافشان. سه نفر به هجوم رفتند. تکرارا میبینیم این پاس رو و با یک ضربه نشان راست توپ رو به توری دروازه موقع گیری اینجا اشتباهی نوبتی دروازه‌بان، ضربه و گل. واقعا ما از آغاز این گزارش درباره دروازه‌بان حرف زدیم. ببینید چی کار میکنه دروازه‌بان. اینجا اصلا قاعده ویرانکنی نیست، باید به زمین نفته دروازه‌بان بلکه ادامه بدهد مبارزه رو. همین طرف صدای اشتراکی داور بلند میشود و یکی از بازی‌های جالب‌ترین دور سومی لیگ اولی مملکت لیگ اولی فوتبال کشور تبریک میگوییم و با این طرفشان امیدوار میشیم که این دسته بازی معین خود را پیدا میکند.